آره منم میگم بچه دار نشید. تا زمانی که آدم بچه دار نشه قدرت رها کردن داری، وابستگی نداری. من میترسم ترومایی که خانواده‌ام به من دادن، مشکلاتی که خانواده به من دادن، من الان تصمیم دارم که بچه دار شم. میخوام اینا رو میترسم که انتقال بدم به بچم. به بچه. و روانشناس حرف قشنگی زد، گفت که همینی که الان تو اینجا هستی و این سوال از من میپرسی و ترس اینو داری که من اون ترومهامو که از بچگی دارم به بچم ندم، یعنی تو آماده بچه دار شدنی. یه مقاله جالب خونده بودی، یک کتاب جالب خونده بودی، به من گفته بودی راجع به این که زندگی ها داره ماشینی میشه و این سرعت خیلی زیادی که روزانه ما داریم باعث میشه کیفیت زندگی از بین بره. اومدیم حالتی شدیم که به برده ساعت تبدیل شدیم. ساعتایی برده که الان زمان شدیم. برده زمان. دقیقاً یه اصطلاحی هست، یه پزشک آمریکایی تو 1982 میگه بیماری زمان. یه نکته بگم این وسط که بدانگر همینه، مثل سرچ های گوگله، میری یه چیزی سرچ میکنی، بعد توی جوابای اون یه چیزی میبینی، اونو سرچ میکنی و انقدر میری که اون میبینی او من یه جای دیگه. و خب این مسیر شیرینه، حداقل واسه نیم ساعت هم که شده تو روز آدم از فکراش دور میشه. سلام، خوش اومدید به اولین قسمت فصل بداهه‌نگر همراه با صدرا اینجاییم. سلام امیر، خوبی؟ امیدوارم که حالت خوب باشه بعد از 2 فصل سینماتیک و یه اپیزود گفتگو محور. اومدیم توی تحلیل بداهه‌نگر. محور بیشتر تحلیل محور اومدیم توی بداهه‌نگر. خب من تعریف کنم یا خود تعریف میکنی؟ میخوام یه خورده اول این قدمی که تا اینجا برداشتیم به عنوان حالا 2 فردی که این کار استارت زدیم و هدفمون توی پادکست چیه، میخوام مخاطبمون به چی برسن. یه جورایی داریم یک محیط امن واسه یک سری آدم مثل خودمون که دنبال آرامشن، دنبال یه محیط خلوت و تنهایی هن که بیایم درباره هر مسئله‌ای عمیق صحبت کنیم و عمیق بهش نگاه کنیم. خیلی هم قشنگ. یعنی میخوای که انگار که کسایی که شاید یه خورده از جامعه به دور افتاده باشن یا اینی که میخوان در خلوت اون بحثای عمیق که باعث پیشرفتشون بشه، باعث کمک به زندگیشون بشه رو با همدیگه به اشتراک بذاریم. دقیقاً، یعنی هر کسی بدون نیاز به این که حالا دکترا داشته باشه یا پروفسورای قضیه میتونه بیاد و با هم دیگه صحبت کنیم راجع به هر مسئله‌ای تا حدی که بلد باشیم و عمیق بهش نگاه کنیم. هیچ ایرادی هم نداره. یعنی بداهه‌نگر رو بدون سناریو اومدیم جلو و قراره که یه گفتگویی با هم داشته باشیم. یه گفتگو راجع به 2 فردی که داخل ایران زندگی میکنن. یعنی خودشون جوان بودن، خودشون کارشون رو استارت دادن، توی این سختی الان جامعه حضور دارن. اینجوری نیست که من بگم همه چی خوبه، همه چی عالی. قراره بعضی موقع راجع به دردا صحبت کنیم، بعضی موقع راجع به شادی‌ها صحبت کنیم. همون مسیری که تا الان طی کردیم دیگه. ما از صفر شروع کردیم، نه اسپانسر داشتیم، نه پول خیلی زیادی داشتیم، آروم آروم شروع کردیم و خب همینطوری هم داریم ادامه میدیم تا به کجا ببینیم میرسیم. ولی خب دوست داریم این راهو. مهمی که مهم علاقه است به نظر من. یعنی خیلی جاهای موقعی که آدم دل سرد میشه برای هر کاری، حالا شما مثلا اولینی که استارت زدن یه کار، اونم یهو به صورت ناگهانی، واقعا یه چیزی درون آدم میخواد، جربوزه زیادی و به نظر من تا وقتی که اون جربوزه رو پیدا نکنی تو کارت موفق نمیشی. دقیقا همون کاری که جفتمون کردیم. ما کارهای سابقمون رو رها کردیم و اومدیم سر یه کاری که هیچ دانشی اولیه‌ای ازش نداشتیم. یعنی یهو پا گذاشتیم توی صدا برداری، روی تصویر برداری، روی نورپردازی و با کلی ناشیگری آروم آروم داریم یاد میگیریم. کلی آزمون و خطا. ولی خب میگم برای پیشرفت با دل بکنی. دقیقاً. باید واقعا از اون کاری که داری، از اون جایی که هستی، اگه میبینی حالت سر اون کار بده، حتی اگه درآمد خوبی داری، یعنی تو وقتی که سر یه کاری قرار گرفتی و احساس میکنی این کار من نیست، هر روز دارم دیوونه میشم، این چیزه، من صبح باید برم کاری که دوست ندارم و انجام بدم تا برم بعد از اون کاری که انجام میدم. و اگه توانشو واقعا آدم داره، یعنی در فشار خیلی سخت نیست، به نظر من یه خورده میتونه آدم جسورانه رفتار کنه. دقیقاً. خودت ول کن، برو دنبال علاقت.
من کتاب در جستجوی معنای فرانکل که میخوندم، ویکتور فرانکل، میگفت که یک شخصی بهش مراجعه میکنه، آره یک کسی که وضع اجتماعیش خیلی خوب بوده، توی فکر میکنم وزارت امور خارجه آمریکا کار میکرده، از نظر مالی تامین بوده، آره از نظر پرستیژ اجتماعی تامین بوده، ولی خب حالش خوب نبوده. میشه روانکاوای دیگه که میره همه گفتن که نه این ریش در کودکی داره، آره فلان داره، ولی فرانکل جمله‌ای میگه که همه که روانشناسا بهت میگن. دقیقاً همشون میگن. و اون فرانکل بهش میگه خب رها کن، کارتو رها کن. و در واقع بهش میگه که خب هیچ ایرادی نداره که تو کارتو دوست نداری، تو میتونی کارتو رها کنی. آره چیزی که هیچ کدوم از روانشناسای قبلی بهش نگفته بودن. و مثل اینکه حالا کارشو رها میکنه، بعد از یه مدت سر کاری که دوست داره میره و حالش خیلی بهتر میشه. آخه این مسئله هم هستا، یه خوردم روانشناسی زرد و به نظر من اینجا میتونیم در نظر بگیریم. بعضی واقعا اول اینی که توانایی مالی رها کردن ندارن. یعنی قطعا خب خیلی هستن. طرف داره خرج خانواده‌شو میده، خرج بچه‌شو میده و کارشو رها کنه، ممکنه که خب این تایمی که تا کارشو رها کنه و به یه درآمدی برسه و دنبال علاقش بره، این تا باعث بشه که پول اه، زیادی از دست بده، پول زیادی از خسارت دست زیادی. بده و حالا مثلا طرف مقابل بچه داره، زندگی داره، ولی به نظر من بچه دار نشید. آره منم میگم بچه دار نشید. تا زمانی که آدم بچه دار نشه قدرت رها کردن داری، وابستگی نداری. این یه فیلم هست که مافیاییه، حالا اسمشو یادم رفته، یه جایی فیلم خیلی دیالوگ قشنگی داره و میگه که هیچ موقع به سمت چیزی نرو اگه نتونی ظرف 1 دقیقه رهاش کنی. یعنی هیچ موقع به چیزی وابسته نشو مگه اینکه بتونی 1 دقیقه سر یه دقیقه بتونی رهاش کنی. رهاش کنی. این جالب بود. دقیقاً چیزیه یعنی با یه که قدرت خیلی آره زیاد مثلا برو فرض کن من سمتش. اگه بچه نخوام، آقا مثلا من و تو بچه نداریم و این باعث میشه خب من فشار زیادی رو من نیست دیگه، یعنی من میتونم رها کنم و یه خورده دنبال علاقم برم، یه خورده با نداری را بیام، قطعا همینه. یه تو خورده زمانی که بچه دار میشی دیگه به خودت بگذری، یعنی خیلی شبا یا خیلی روزا ممکنه از آره غذای خودت بگذری، به بچت بدی، از وقت در واقع بیکاری خودت بگذری و برای بچت تایم بذاری که یک باید، یعنی زمانی که تصمیم میگیری به بچه دار شدن باید اینا رو هم قبول کنی. خب اگه بچه دار نشی چی؟ چه اتفاقی میفته؟ اون انتخاب هر کسیه، میتونه بچه دار بشه میتونه بچه دار نشه، ولی خب وقتی که یه قضیه که همون میگم، وقتی که یه جبری رو انتخاب میکنی بعد با چگونگیاشم کنار بیای. یعنی باید از اهداف و مسیر خودت بگذری یه خورده. بگذری، قطعا از خودگذشتگی داره، پدر شدن، مادر شدن یک وظیفه خیلی سنگینی رو دوش انسان میذاره. و خیلی جالبه، نیچه یه عبارتی داره میگه که شما دیگه باید خیلی از نظر روانی از خودت مطمئن شده باشی که میتونی یک موجود دیگه، یک انسان دیگری بله. رو تربیت کنی و به جامعه تحویل بدی. داشتم یه دونه مصاحبه رو نگاه میکردم، حرف جالبی میزد. یه دختره از یه روانشناس توی آمریکا پرسید که من میترسم ترومایی که خانواده‌ام به من دادن، مشکلاتی که خانواده به من دادن، من الان تصمیم دارم که بچه دارشم، میخوام اینا رو میترسم که انتقال بدم به بچم. به بچه. و روانشناس حرف قشنگی زد، گفت که همینی که الان تو اینجا هستی و این سوال از من میپرسی و ترس اینو داری که من اون ترومهامو که از بچگی دارم به بچم ندم، یعنی تو آماده بچه دار شدنی، به پختگیش رسیدی. به پختگی رسیدی. و به نظر من زمانی آدم باید بچه دار بشه که تو مسیر خودتو پیدا کردی، اهداف خودتو تا یه حدی بهش رسیدی. یعنی تازه بچه دار نشی بعد بگی وای من از زندگی جا موندم، وای من چرا فلان چیزو امتحان نکردم، وای من چرا فلان کارو نکردم. قطعا همین. باید به اون حده برسی قشنگ. یه نکته بگم این وسط که بداهه‌نگر همینه. بداهه‌نگر اومدیم یه جورایی انگار با کار تعریفش کردیم. آره بداهه‌نگر همون حرکت سیال ذهنه، مثل سرچ های گوگله، میری یه چیزی آره سرچ میکنی، بعد توی جوابای اون یه چیزی میبینی، اونو سرچ میکنی و انقدر میری که اون میبینی او من یه جای دیگه. و خب این مسیر شیرینه، حداقل واسه نیم ساعت هم که شده تو روز آدم از فکراش دور میشه. موضوعات مختلف و بحث‌های مختلف و ممکنه که یه دیدگاهی توی لحظه، یعنی
ما توی بداهه قراره که خیلی اطلاعات‌های مختلفی رد و بدل بشه. اینجوری نیست که مثلا راجع به یه مسئله بخوایم خیلی بهش پر و بال بدیم دنبالش بگردیم. به نظر من اینجور اتفاقا هم یه خورده سرنوشته. مثلا شاید کسی که الان مثلا اپیزود ما رو میبینه ترس از رها شدن داشته، نمیتونسته کارشو ول کنه و همین یه موضوعی که ببینه ما کارامونو ول کردیم و حالا اومدیم پادکستمون زدیم دنبال علاقمون بودیم اینجوری کردیم، یه خورده آدم جربوزه بیشتری پیدا کنه. چون دقیقا همین اتفاق میفته. مثلا دقت کنی سرطانیا آره. جمع میشن توی جلساتی با همدیگه صحبت میکنن، این بهشون امید بیشتری برای زندگی میده، بهشون جربوزه بیشتری برای پیش رفتن تو این همه درد و رنج میده. شاید یکی هم شنید که آقا ما جرأت داشتیم کارمون رو ول کردیم، چند ماه داریم بدون حقوق بدون اسپانسر انجام میدیم این کارو، ولی خب دوستش داریم و میدونیم که کاریو که انقدر با پشت کار و علاقه انجام بدی قطعاً به نتیجه میشین. یه مقاله جالب خونده بودی، یه کتاب جالب خونده بودی، به من گفته بودی راجع به این که زندگی ها داره ماشینی میشه و این سرعت خیلی زیادی که روزانه ما داریم باعث میشه کیفیت زندگی از بین بره. آره برام این تعریف کردی جالب بود، حالا برای مخاطبینم حتما توضیح بده. کتاب در ستایش آهستگی اثر کارل اونوره. میخوام که الان یه کار جالب کنم، تعمیم بدم به کار خودمون. درست. پادکست اتفاقی که میفته اکثرا پادکست اگه دقت کنی روند کند دارن، درست. یعنی اونقدر سریع پیش نمیره. گفتگوی دوتا آدمه که دارن با هم دیگه آروم صحبت میکنن. بداهه نگر ما دقیقا همچین چیزیه. شما رو از اون سرعت سرسام آور روزانتون یه چند لحظه‌ای میاره بیرون، میگه بیا توی محیط تاریک، محیط خلوت و آروم بشینیم صحبت کنیم راجع به مسائل. کارل اونور چیزی که میگه از زمانی که انقلاب صنعتی اتفاق افتاد، از زمانی که ساعت اختراع شد، یعنی ساعت که بود، ساعت به صورت حالا دیجیتال آنالوگ، دقیقاً ما از در واقع استفاده از ساعت طبیعی اومدیم حالتی شدیم که به برده ساعت تبدیل شدیم. برده زمان شدیم. برده زمان، دقیقاً. یه اصطلاحی هست، یه پزشک آمریکایی تو 1982 میگه بیماری زمان، که ما هممون درگیرشیم. بیماری زمان چیه؟ میگه تمام کسایی که بیماری زمان دارن این اعتقاد دارن که ما هممون در حال عقب افتادنی، زمان داره به صورت خیلی سریعی میره و اگر تو پاتو نذاری روی پدال گاز و فشار ندی عقب میمونی. خب این باعث میشه که اون زندگی که داریم اصلا نفهمیم. صرفاً بذاری خاطر برای تعریف کنم وسط حرفات و اینکه ما ADHD داریم یا موقع وسط حرفا هم میپریم جفتمون میدونیم که اوکیه. آره. و این موضوع که یه شخصی که داشتم باهاش تو ماشین بودم و داشتم یه مسیر رو باهاش می اومدم، احساس کردم خیلی عجله داره، احساس کردم که داره با سرعت خیلی زیادی حرکت میکنه و خب مثلا برام سوال شد که گفتم چرا انقدر داری با عجله این مسیر رو داری میری؟ به من گفت کار زیاد دارم و جا میمونم. و گفتم کار چیه؟ مگه چه کار مهمی داری؟ گفت هیچی، این میخوام برم کتاب بخونم، میخوام برم نه با دوستان برم بیرون و اینا. و موقعی که باهاش صحبت کردم خیلی جالب بود. یه مثال که من زدم و این خود باعث شد آرومتر بره، گفتم تو با این سرعتی که داری رد میشی یه دقیقه بیرون نگاه کن، میبینی که پنجره داره با سرعت همه منظره ها رد میشه و تو هیچی رو نمیبینی. یه خورده آروم که میری میفهمی که این منظره چقدر قشنگه و اصلا تا حالا چند سال اون مسیر اومده بود و رفته بود و اصلا اون مسیر رو ندیده بود، اون کوهها، اون بیابون، اون چینش ابرها، و چقدر براش جالب بود. دقیقاً یه همچین اتفاقی هم افتاد. تو کتابش هم میگه، کارل اونوره میگه که انقدر سرعت زیاد شده ماها به همه مسائل داریم سطحی نگاه میکنیم، یعنی عمق رو کاملا از دست میدیم، هنر رو از دست میدیم، طبیعت رو از دست میدیم. حتی همون مثال شما فکر کن توی ماشین نشستی، موزیک پلیه، ولی انقدر عجله داری اصلا نمیفهمی چه لذتی میخوای از موزیک ببری، چه لذتی از منظره ببری و تمام اون راه واسه تو میشه مثل سرطان، انگار تمام مسیر یه جهنمه و تو رو نابود میکنه واقعا. ولی خب اگر تو آرومتر بری،
با تأمل و درنگ بیشتری بری، خب خیلی مسیر لذت بخشره، از موزیکت هم لذت میبری. من یه خاطره از خودم برات تعریف کنم. من یه زمانی بود که نمیدونستم چه مشکلی وجود داره، فقط میدونستم یه مشکلی هست، فقط میدونستم یه چمی هست، نمیدونم اصطلاحش درسته، یه چی هست، یه چمه‌ای هست. مهم. بعد چی شد؟ اومدم با مدیتیشن اینا آشنا شدم و مدیتیشن اینجوریه که تو رو میبره درون خودت و اون سرعت رو کم میکنه. میگه تو تمام حساتو ببند. یعنی چیکار کن؟ یه جای خلوت بشین، چشاتو ببند، آروم بشو، به هیچی فکر نکن. سخته به هیچی فکر نکردن و خیلی سخته. نمیگه به هیچی فکر نکن، میگه تلاش کن که به چیزی فکر نکنی و اگه فکر اون صرفا بپذیرش، باهاش کلنجار نرو. نه من الان دارم مدیتیشن میکنم، تو نباید فکر کنی. فکر رو بیار، بگی خب فکر کردم، بعد برو. یه همچین اتفاقیه و تو زندگی من که افتاد باعث شد که من بفهمم که چقدر استرس دارم، چقدر دارم همه چی رو با سرعت رو به جلو میرم و نمیفهمیدم درونم چه مشکلیه و دقیقاً درون من مشکل عجله، اضطراب و سرعت بود. دقیقاً. و وقتی خودم آروم کردم تازه تونستم خودم رو ببینم مشکلم چیه، دور و برم چه خبره. ما انقدر داریم با سرعت میریم که به عنوان مثلا میگم یه دوست، من انقدر دارم با سرعت میرم که اصلا نمیفهمم تو مشکلت چیه، دقیقاً. نمیفهمم دردت چیه تا هیچ وقتی تأمل آروم درنگی بشم. نداریم تو مسیرمون. دقیقاً. و این باعث میشه که اتفاقا منم یه مقاله خوندم به اسم بینش چیه. میدونی بینش چیه؟ نه مثلا تفاوت به بینش صورت با خیلی چیز عمیق دیگه. نمیدونم، نه توضیح بده. بینش اینجوریه که ما یه تفکر تحلیلی داریم که تو مثلا میگی راجع به یه مسئله، مثلا این لیوان میشینی فکر میکنی، میگی خب این لیوان کاربردش اینه، این فلان مشکل، مثلا این مثال دارم میزنم چجوری میخوای با این لیوان کار کنی، این لیوان یه سیستمه. تو میگی که خب من باید این یه در داره، درشو باز کنم، داخلش آب بریزم و در رو ببندم. این میشه آروم آروم فکر کردن و به نتیجه رسیدن. شده تا حالا تو ذهنت اینجوری بگی که آها تازه فهمیدم، وای الان تونستم بفهمم مشکل من چیه. آره حتی بهش فکر نمی‌کنی. خیلی جالبه. یه دفعه اتفاق میفته. آره بینش اینجوریه که در لحظه موقعی که به یه انسداد میرسی، ناخودآگاه مغزت و نیمکره سمت راست خودش داره یه فکری میکنه و موقعی که فکر میکنه به نتیجه میرسه، میگه آها تازه تو رو فهمیدم نجات چیه. میده یهو از اون گیر و گرفتی که دقیقاً از اون انسداده. و مسئله جالبی که وجود داره توضیح میده چجوری میتونیم بینشمون رو قوی تر کنیم. چرا بعضیا بینش قوی تری دارن، مثلا ازش سوال میکنی یه خود فکر میکنه با این وسیله و فهمیدم. چرا ما بینش خیلی کمک کننده است. موقعی که تفکر تحلیلی کار نمیکنه، ناخودآگاه قوی زندگیمون به تره. بنبست رسیده، همه چی داغونه، یهو تازه میریم میفهمیم که مشکل چیه. مثل تو این کارتونه یه دفعه نوری میفته، یه الهامی دقیقاً. میشه، یه چراغی روشن میشه. از طریق نوروساینس بررسی کرده بودن و فهمیده بودن که نیمکره سمت راست مغز این کار رو انجام میده و یه سری عامل باعث میشه تو بینش بهتری پیدا کنی، یعنی بتونی مسائل رو بهتر ببینی، بهتر بفهمی و بهتر حلش کنی. و اون چیه؟ خلق و خو خوبه. یعنی تو باید سعی کنی که خلق و خو خوبی داشته باشی، خوش انرژی باشی. بله. و دو قضیه چیه؟ استراب نداشته باشی. استراب نداشته باشی. ادبی شدی یهو بله. خب آره دیگه، آره. باعث میشه که دو چی استراب نداشته باشی. استراب باعث میشه که بهش میگن که اگه اشتباه نکنم کنترل توجه، و باعث میشه که تو مغزت کمتر کار میکنه، اصلا نمیتونی موضوعات ببینی. و دقت کنی کسایی که استراب ندارن فکرای بهتری میکنن. تو آرامش مثلا این فیلم ها رو نام میکنین، استادای نمیدونم کنگ فو نشستن یا بالا اینجوری درویش دارن ها، چیز اصلا تو میکنن. هر بودا آره. تو هر چیزی نام کنی همشون توی سکوتی هن و دارن تحمل و درنگ میکنن. یه مستندی دیدم اولش با جمله افلاطون شروع میشه، میگه آره. زندگی نسنجیده یا زندگی تأمل نشده ارزش زندگی کردن نداره. حالا اون استرابی که تو میگی اگر به زندگی ها دقت کنی، از بعد انقلاب صنعتی جایی که دیگه مدرن شد چقدر سرعته باعث شده که لذت نبریم و اضطراب بیشتری بکشیم. یعنی اینطوری که همش اضطراب داری، خب
الان من میخوام برم سر کار دیر نرسم، خب سر کار چیکار کنم، کارامو در واقع برسونم، پیامامو چک کنم و این باعث میشه که اضطراب واقعا نابود میکنه مغزو. یه دونه مستند بود که از چند هزار نفر خواسته بودن که یک روز خاص از زندگیشون، مثلا فکر کنم 22 جولای سال 2020 بود، یک روز خاص از زندگیشون فیلم برداری کنن و بفرستند و اینو جمع کردن و به عنوان یه مستند در آورده بودن. منتشرش کرد. خیلی برام جالب بود. زندگی های مختلفی وجود داشت. یه نفر داشت از پدر مادرش مراقبت میکرد، یه نفر داشت از بچهش مراقبت میکرد، یه نفر سگ داشت، یه نفر کارش روتین توی چین تو شهرداری کار میکرد. و مسئله که اونجا به من یهو حالا الهام شد یا همون بینش اتفاق افتاد چی بود؟ هدف زندگی کردنه. یعنی اینکه اون کاری که داری انجام میدی و با لذت انجام خوب بدی و انجامش بدی. بپذیریش. مثلا یه نفر دراز کشیده بود رو تخت بیمارستان، الان میگی چقدر من دارم حرف میزنم، نه ولی افتاده بود تخت بیمارستان و فقط میتونست نفس بکشه و ببینه. بعد یه ویدیو گرفت از خودش، گفت که مگه من چی بیشتر میخوام؟ هم میتونم زیبایی‌ها رو ببینم، هم میتونم هوا رو نفس بکشم. یعنی اون هدف زندگیش این بود. و چقدر جالب، دکتر فرانکل هم همینو میگه از درد و رنجی که داری یه معنا بساز. اون خیلی جالب برای خودش یه معنا ساخته بود. حالا کسایی که اپیزود دکتر فرانکل رو ندیدن، هم داستانش هست و هم تحلیلش رو میتونید برید ببینی که حالا چیزی که گفتی، من همیشه این مثال رو میزنم. پاندای کنفوکار که میدیدیم، آره. همه بهش میگفتن که یه تومار اژدهایی هست، تو اینو ورداری اتفاقای خاصی میفته. بازش کردی هیچی نیست، خودشو دید و دید هیچی نیست. و یا مثلا یه بابایی داشت که باباش هم نبود ولی خب اردک بود. بعد گفتش که در واقع جایی که ناامید شده بود میگفت تومار اژدها هیچی نیست، به پاندای کنفوکار گفتش که تو فکر کردی این آشایی که من میپزم چه چیز خاصی داره؟ چه یه چیزی هم تو کارتون میگفت دستور پخت سریه. آره دستور پخت سری چیه؟ سری چیه؟ گفت هیچی. گفت من خودم خواستش کردم. و زندگیمون همینه. یعنی من با یه سری صحبت میکنم، میگم مثلا چه خبر؟ میگم مثلا هر روز. میگم فکر نکن که اون روزت بیفایده بوده، اون جزئی از زندگیته. دانشگاه رفتنت، سر کار رفتنت، تو میتونی به اینا معنی بدی و حتی خواستش کنی، که در واقع کاری که خیلیامون نمی‌کنیم و فکر می‌کنیم زندگی مثلا یک چیز خیلی خاصی، انقدر فکر می‌کنیم یک چیز خاصی در انتظارمونه که داریم حال از دست میدیم. اون زندگی، اون معنا، اون زندگی خودمون رو از دست میدیم. اتفاقا توی مستنده یه جایی که حرف قشنگی زد، گفت که کسی که دارید این فیلم رو ضبط میکنن اینا، گفت میدونستید که هر کدومتون قهرمان زندگی خودتونین؟ میگفت هر روز زندگی شما یه قهرمان، یه سوپر هیرو داره و اون سوپر هیرو خودتونید. همین که تحمل میکنید، همین که یه کار خوبی انجام میدید، همین که اصلا یه کار بدی انجام میدید. دقیقاً فرقی نمیکنه. مهم اینه که رو به جلویید، راکت زندگی نیستید. میکنید. حالا قرار نیست من فردا به همه چی برسم. قطعاً. حالا فردا یه خورده بهتر باشم. چیزی که من خودمم مثلا الان دارم میگم دوچارش هستم، کمالگرایی، و خودم بعضی موقع یادم میره. مثلا دوست دارم امروز یهو از پله 5 بپرم پله 10. خب نه، امروز پله 5، فردا بشو پله 6. اصلا پس فردا حال نداری، همون پله 6 بمون. چه ایرادی داره؟ آدم نیاز به استراحت داره. قطعاً. اون جدیدن فایت کلاب رو دیدم. آره که قطعا خیلی دیدنش. خیلی چیز جالبی بود. توی روند داستان داشت میگفت اصلا نیاز نیست تو کامل باشی، تو باید با نقصات کنار بیای. میگفت شما یک دانه در واقع برف زیبا و یکتا نیستین، شما یه سری کرم خاکینگی دارین توی خاک در واقع. حالا این خیلی تعبیر روک و راستی بوده، کونه به روی تو میخوره. آره. بعد اینطوریه که واقعا نیازی نیست یکتا باشیم. نیازی که فقط زندگی کنیم، به در واقع به جلو حرکت کنیم. به نظر من حرف اولمون سرعت تو زندگیمون بیاریم پایین و یه خورده به خودمون فکر بکنیم، تأمل کنیم، بریم درون خودمون. بعضی موقع جواب مسئله درون اتفاقا توی این مقاله اینو میگفت بینش چجوری اتفاق میفته. بینش اینجوری اتفاق میفته، یهو خود بدن تمام حسای ورودی رو میبنده. یعنی چی؟ یعنی
دیگه برای چند لحظه همون تحلیله که گفتی یهو همش درا بسته میشه، آره از ناخودآگاه دستور میاد. یهو همه درا بسته میشه و یهو خود ناخودآگاه شروع میکنه به فکر کردن و مسئله رو خودش پیدا میکنه. بعضی موقع باید اون حس‌های ورودی رو ببندیم، بریم تو تنهایی بشینیم. چه ایرادی داره آدم بی تایمی رو برای تنهایی خودش تو خلوت همون چیزی خودش که گفتی مولانا قرار میگه بده؟ در خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. دقیقاً. همیشه تو وجودت هست، باید پیداش کنی، یه کشف خورده کنی. سرعت رو کم کن، درون خودت برو، تو فضای خودت، فضای امن خودت بشین، راجع اون مسئله فکر کن و با خودت یه خود ملایم تر بگیر. مثلا اتفاقی که واسه خودمون هم افتاد، اگر یاد باشه ما یه دوره‌ای خیلی تند حرف میزدیم. آره. یعنی همش درگیر سرعت. بعد که خورده آروم‌ترم فکر کردیم، یه ذره درنگ کردیم، خب چرا قدر داریم تند حرف میزنیم؟ چرا نمیذاریم که کلمه کار خودشو بکنه، کلام منعقد بشه به قول این استادا. و واقعا سرعت باعث میشه که تمام لذت زندگی از بین بره. و حالا 105 دقیقه آخره که حرفی با مخاطبین داری. همیشه 2 دقیقه آخر 5 دقیقه خوش خیلی تایمه. خب نه دیگه یه جوری گفتم که چون گفتم 2 دقیقه تو 5 دقیقه طولش میدی. آره. میگم 5 دقیقه که سر 5 دقیقه تموم بشه. من رو به اون دوربین میگم. اون دوربین توه، اون دوربین توه. باش. سعی نکنید که کامل باشید توی هر کاری که میخواید برید. سعی کنید که رو به جلو حرکت کنید، جرأتش رو داشته باشید، انجام بدید و سرعت رو از زندگیتون حذف نکنید، کمتر کنید. من اتفاقا یادم رفت خوب شد بهم 5 دقیقه وقت دیدی؟ این کلمه اسلو رو میاد کارل توی کتابش توضیح میده. آره. و میگه آهسته بودن به معنای عقب افتاده بودن نیست. به معنای این نیست که تو همه کار رو تو کند انجام بده. به معنای اینه که خودت انتخاب کنی که متناسب با شرایط چه سرعتی داشته باشی. که تو جهان امروز میگن همه کار رو سریع انجام بده، سریع رانندگی کن، سریع برو سر کار، سریع غذا تو بخور. دقیقاً یکی از جاهایی که شروع شد تو ایتالیا بود که یه آقای به نام پترینی، نمیدونم تلفظش درست میگم یا نه، اومد گفتش که آقا چرا فست فود اومده توی یه کشوری مثل ایتالیا که خیلی به غذاشون اهمیت میده و انقدر دارید غذا رو سریع طبخ میکنید، این از ارزش غذا کم میکنه. و اون 2 دقیقه ما 5 دقیقه شد. نه ولی همه چی داره مارکتینگ میشه. همه چی، اصلا موزیک هم پادکست داره مارکتینگ میشه، صرفا یه سری حرفهای علمی خشکه به نظر من زرد واقعا. خب یه سری مسائل واقعا نمیشه. ما تو ایران داریم زندگی میکنیم، یه کشوریه که یه سری مسائل واقعا نمیشه اتفاق بیفته. نه نمیشه. یا مثلا همه چی قرار نیست ما علمی بررسی کنیم، که بعضی موقع باید اون علمی بودن زیاد باعث میشه که ما اصل مطلب رو نفهمیم. یه جورایی حس میکنم خود آدم زده میشه. اگر قرار بود علمی بودن زیاد دوست داشتنی باشه که دانشگاه دیگه الان میشد بیشترین علاقه‌مندی رو جذب میکرد. من با دوستم داشتم اتفاقا صحبت میکردم، میگفت که خیلی داشت همه چی رو 0 و 1 نگاه میکرد. گفتم رمز موفقیت تو بالانس بودنه. میگفتم مثلا همه چی تو دنیا بالانسه، یعنی تو باید هم در کنارش علمی باشی و هم در کنارش یه خود از اون علمی دور شی و تجربه. قرار نیست که همه چی رو مطلق نگاه کنیم، مثلا هیچ چیز مطلق نیست. همه چی هم یاد بگیریم. ما اومدیم یه تایمی تو زندگی یه سری تجربه کسب کنیم، لذت ببریم، یه سری معنا بسازیم، مثلا افسرده بشیم، نمیدونم خوشحال باشیم، کمک کنیم و اینا. خیلی اتفاقات رو قراره تجربه کنیم. به قول تو میگی هدف زندگی کردنه، تجربه کنیم. و حالا من خیلی خوشحالم که از اون ایده‌ای که شروع شد و الان رسیدیم به جایی که داریم اجراش میکنیم سختی و اون سختی که خودمون کشیدیم و رها شدیم دوست داریم که بقیه هم رها بشن. ولی این دلیل بر این نمیشه که ما هنوز تو سختی نیستیم. من هنوز دارم هر روز، تو دیگه خودت بهتر میدونی، با خودم میجنگم. قطعا هیچ وقت تموم نمیشه. میگه فرانکل هم میگه درد و رنج هیچ وقت تموم نمیشه، فقط زمانی قابل تحمل میشه که تو ازش معنا بسازی. نه معنا بسازی ازش. حالا پذیرفتنش هم مهمه دیگه. حالا یه خورده هم نه خب وقتی که آخه دقیقاً حرف تو درسته. وقتی که واسش یه معنایی میسازی خب میپذیریش. وقتی میگی درد و رنجم معنا داره، اون موقع است که میگی خب پس من درد و رنجم قبول میکنم. حالا توی اپیزود بعدی قراره که مهمونه ویژه بیاریم و اینو بهتون قول میدم که عمیق ترین مهمونا رو عمیق ترین مهمونا رو میاریم، پیدا میکنیم
باشون صحبت میکنیم و تجربیات زندگیشون استفاده میکنیم. یه نفر مثلا میخواد موسیقی رو شروع کنه، ما یکی رو میاریم که بهش یه دیدگاهی بده، دیدگاه و موسیقی. اینو بهتون قول میدم که آدمایی پیدا میکنیم که برگزیده شدن، یعنی آدمایی هستن که میدونیم میتونن کمک کنن. آدمایی که در منطقی کنار نیستن. برگزیده شدن مهجورن، یعنی چی؟ تو تاریکی موندن، تو سیاهی. آره. کسی نمیبینتشون ولی مشهور نیستن، ولی خیلی ارزشمندن. به نظرم اونایی که مشهور نیستن دیگه کمتر اسپویل کنیم، یه دفعه بیاریم. آها باش یه میاریم. آره. و اینی که خلاصه که آروم باشید، آرامش بیارید تو زندگیتون، از این سرعت بکاهید شبین تابلوها. آره. و اینکه هدف زندگی کردن، دنبال چیز خیلی خاصی هم نباشید ولی تلاشتون رو بکنید. خیلی خوشحالیم که باهاتون تو این اپیزود شریک بودیم و به عنوان مهمون سوم شما در کنار ما بودید. تا اپیزود بعدی بدرود، وارونه نگر باشید.